بعدی در رابطه با دکولور است. دکولوره چیه؟ در واقع موادیه که همتون میدونین دیگه برای بلیچ کردن یا روشن کردن موها ازش استفاده میکنیم. این دکولوره میتونه به صورت پودری یا به صورت پودریه یا به صورت کرمیه. البته پودریا قدرت بلیچ کردن یا پایه دادن به موهاشون به موها بالاتره، یعنی از قدرت بالاتری برخوردارن و میتونن موها رو به پایه بالاتری برسونن نسبت به کرمی ها. نسبت ترکیب دکولوره به اکسیدان شما به ازای 1 پیمونه پودری که میریزید 1.5 تا 2 برابر بهش باید اکسیدان اضافه کنید. این مبحثی بود در رابطه با دکولوره ها. حالا میخوام در رابطه با دکاپاژ باهاتون صحبت کنم، اینکه چه فرقی با دکولوره میکنه. دکاپاژ در واقع موادی هستش که غلظتش نسبت به دکولوره خیلی رقیق تره. شما به ازای 1 پیمونه پودر دکولوره که میریزید 3 برابر باید اکسیدان اضافه کنید. این میشه دکاپاژ. حالا میخوایم ببینیم دکاپاژ چه زمانی کاربرد داره و کجاها مورد استفاده قرار میگیره. مثلا طرف موهاشو لایت کرده، رنگساش کرده، میره 1 ماه بعد میاد موهاش مثلا خیلی سبز شده. یه کاری کن موهای من هم روشن بشه، این سبزیه بره، هم روشن بشه هم سبزیش از بین بره. چی کار میکنیم توی این حالت؟ از دکاپاژ استفاده میکنیم که به ازای 1 پیمونه پودر دکولوره شما 3 برابر اکسیدان باید اضافه کنید. تو مبحث اکسیدان ها بهتون گفته بودم برای درست کردن محلول دکاپاژ شما از اکسیدان 6% باید استفاده کنید. مبحثی بود در رابطه با دکاپاژ و اینکه کجاها کاربرد داره. شما زمانی که میخواین یه رفله مزاحم رو توی مو از بین ببریم از دکاپاژ پس میتونید استفاده کنید. اما دکاپاژ یه ریموو قوی هستش، یعنی برای موهایی که ضخیمه شما میتونید از این ریموو استفاده کنید. اما زمانی که موهای طرف نازکه رنگ زمینش تغییر میکنه، اگه دکولور و اکسیدان رو با هم ترکیب کنید رنگ زمینه طرف سریع عوض میشه چون موهاش نازکه. چیکار کنیم تو همچین شرایطی؟ فکر کنین چیکار کنیم؟ توی همچین شرایطی ما از پودر دکولوره، آب و شامپو استفاده میکنیم. اینا رو با هم ترکیب میکنیم. البته بگم که چطوری ازش استفاده میکنیم، حالا دکاپاژ باشه یا این مورد که الان بهتون گفتم بهش میگن شامپو شیمیایی. چطوری باید ازش استفاده کنیم؟ اینکه شما زمانی که مشتری اومد پیشتون میبرید تو سرشور، موهاشون رو کامل خیس میکنید. بعد حالا از هر کدوم از این موادهایی که میخواین استفاده کنید طوری این مواد رو به موهاش بزنید که به ریشه موهاش اصلا برخورد نداشته باشه. اگر که به ریشه موهاش بخوره، ریشه موهاش سریعا رنگ میگیره و ممکنه که نارنجی بشه. پس دقت کنید زمانی که دارین از این موادهای استفاده میکنید، حالا دکاپاژ یا شامپو شیمیایی، اصلا به ریشه موهای طرف نباید بخوره. فقط به قسمت‌هایی از دکولوره ها این مواد رو میزنید، تون اینطوری باید ماساژ بدین تا اینکه کاملا اون رفله مزاحم خیلی سریع پاک میشه از روی مو. حتما پس توجه داشته باشین توی سرشور موهای طرف رو خیس میکنید، یک کوچولو آبشو میگیرین و بعد مواد رو روی موهاش میزنید. اگر طرف موهاش ضخیم باشه دکاپاژ میکنین، اگر موهاش نازک باشه از شامپو شیمیایی که بهتون گفتم استفاده میکنن. اون طرف میگه که چه شامپویی استفاده کنم؟ شامپوش فقط با سولفات باشه، فرقی نمیکنه از چه برندی استفاده کنی، هر برندی دوست داشتی استفاده کن. مبحث بعدیمون در رابطه با پایه های دکولوره است. از شماره 1 هستن تا شماره 10 که میخوایم ببینیم که زمانی که یه دکولوره روی یه موی قرار میگیره تو پایه 1 چه توناژ رنگی داریم، تو پایه 10 چه توناژ رنگی داریم. همه اینها رو الان میخوام بهتون کامل توضیح بدم. شماره 1 2 3 4 5 اینو من پاک میکنم چون جا ندارم. 6 7 8 9 10. تو پایه 1 زمانی که دکولور و اکسیدان ترکیب میکنه روی یه موی میذاری، بعد از 10 دقیقه موها تبدیل به قرمز خیلی تیره میشه.
یکم بعدش میشه قرمز تیره، یکم بعد میشه قرمز. از پایه 4 رفله نارنجی توی موها دیده میشه، میشه قرمز نارنجی. تو پایه 5 نارنجی داریم، رنگ موهامون میشه نارنجی که رفله قرمز داره. رفله چیه؟ توناژ، رگه. تو پایه 6 ما نارنجی داریم که یک کوچولو رفله های زردی هم توی مو دیده میشه، نارنجی زرد. تو پایه 7 ما زرد داریم با رگه ها یا رفله های نارنجی. تو پایه 8 زرد خیلی پررنگ داریم، زرد پررنگ. رنگ تو پایه 9 زرد روشن داریم و تو پایه 10 دیگه زردمون خیلی روشن میشه و میره دیگه به سمت سفید شدن و مخصوصا اگه طرف موهاش مشکی باشه که خیلی دیگه تو پایه 10 آسیب میبینه. وقتی تو پایه 9 میتونی هر رنگ سازی که دلت خواستی رو موها بذاری، چه نیازیه موها رو بخوای به پایه 10 برسونی؟ اصلا نیازی نیستش که موها رو حتما به پایه 10 برسونی. تا همین پایه 9 کفایت میکنه. وقتی به پایه زرد روشن رسیدی موها رو بشور، دیگه نیازی نیستش بمونی تا سفید بشه. حتی اگه بخوای رنگساز یخی رو موها بذاری، با پایه 9 هم اگه ترکیب رنگ بلد باشی کفایت میکنه. حالا میخوایم ببینیم که عدد 6 ما تو هم پایه رنگ هم پایه دکولوره عدد 6 رو داریم. چجوری بفهمیم که این شیشه پایه دکولوره است یا پایه رنگه؟ زمانی که میخوایم تشخیص بدیم این عدد 6 پایه رنگمونه، توی پایه 6 که پایه رنگ باشه شما کاملا موهاتون قهوه‌ایه، فقط رگه های نارنجی داره. اما توی پایه دکولوره دیگه رگه نداره، مو کاملا نارنجیه، انگار مسی ریختی رو مو.